سلام، توی این ویدیو قراره به کمک این جدول یه یادآوری کامل از گروه‌های عاملی داشته باشیم تا بتونیم ترکیبات آلی رو بهتر بشناسیم. با هیدروکربن ها شروع می‌کنیم. هیدروکربن ها ترکیباتی هستند که فقط از کربن و هیدروژن تشکیل شدن. دسته اول آلکان ها هستند. آلکان ها فرمول عمومیشون RH هستش. R چیه؟ R گروه آلکیل هستش. یعنی در واقع یه هیدروکربن ساده زنجیری بدون یکی از هیدروژناش میشه گروه آلکیل. آلکان ها اشباع هستن، یعنی تمام پیوندهای کربن کربنشون یگان است. دسته دوم آلکن ها هستن. آلکن ها ترکیباتی هستند که حداقل یه پیوند دوگانه کربن کربن داخلشون وجود داره و میتونن گروه های آلکیل دیگه ای هم داشته باشن. دسته سوم آلکین ها هستند که حداقل یک پیوند سه‌گانه کربن کربن داخلشون دارن. اینجا اشتباه نشون داده، یه خط پیوند رو کمتر کشیده، اینجا سه‌گانه هستش. همینطور که می‌بینین به دلیل وجود پیوندهای دوگانه و سه‌گانه در آلکن‌ها و آلکین‌ها این دو دسته اشباع نیستن. گروه چهارم میشن آرن‌ها. به این شکل که یک گروه آریل به همراه هیدروژنه. آریل مشابه آلکیل هستش. به این تفاوت که گروه آریل دیگه به صورت زنجیره نیست، به صورت یک حلقه هیدروکربنیه. مثل بنزن. گروه دوم شامل ترکیباتی هستند که داخلشون هالوژن وجود داره. هالوژن یعنی گروه 17 جدول تناوبی مثل فلور، کلور، بروم، یود و غیره. دسته اول این گروه آلکیل هالیدها هستند. یعنی شامل یک گروه آلکیل به همراه یک هالوژن که بهشون وصل شده. اینجا مثلا کلور وصل شده. و دسته دوم آریل هالیدها هستند که تفاوتشون در وجود گروه آریل یعنی حلقه آروماتیک به همراه هالوژن هستش که اینجا مثالش رو میبینید. گروه بعدی گروهی هستن که شامل اکسیژن میشن. دسته اولشون الکل ها هستن با فرمول عمومی ROH، یعنی یک گروه هیدروکسیل وصل هستش به گروه آلکیل. دسته بعدی فنول ها هستن که تفاوتشون با الکل ها در وجود آریل هست، یعنی به جای یک زنجیره یک حلقه به گروه هیدروکسیل متصله. دسته سوم اترها هستند که در اونها یک اکسیژن دو تا گروه آلکیل رو به همدیگه وصل میکنه که این آلکیل ها میتونن یکسان یا متفاوت باشن. دسته چهارم آلدهیدها هستند با فرمول عمومی RCHO یا RCOH. به این شکله که یک گروه کربونیل به همراه یک هیدروژن در انتهای یک زنجیره متصل هستش. دسته پنجم کتون ها هستند که تقریبا مشابه آلدهید ها هستند، با این تفاوت که گروه کربونیل دیگه در انتها نیست و در واقع دو تا گروه یکسان یا متفاوت آلکیل اینجا از طریق این گروه کربونیل به همدیگه متصلن. دسته آخر از این گروه کربوکسیلیک اسیدها هستند با فرمول عمومی RCOOH. به این صورت که یک کربن با یک پیوند دوگانه از طرفی به اکسیژن، از طرف دیگه به OH و از یک طرف هم به گروه آلکیل متصل هستش و این C دوگانه O OH گروه عاملی کربوکسیل رو تشکیل میدن. گروه بعدی مشتقات کربوکسیلیک اسیدها هستند. دسته اولشون شامل استرها هست به این شکل که دیگه هیدروژن انتهای کربوکسیلیک اسید رو ندارن و یک سی دوگانه O
O میاد گروه های آلکیل رو به همدیگه متصل میکنه. یه نکته در مورد استرها بخوام بهتون بگم اینه که استرها حاصل واکنش کربوکسیلیک اسید با الکل هستن. گروه بعدی آمیدها هستن که توی این ترکیب به جای اکسیژنی که به صورت یگانه متصل شده بود به کربن، این بار نیتروژن جایگزین شده و C دوگانه ON میشه گروه عاملی ما که حالا میتونه اینجا یکی از اینها H بهش متصل باشه یا هر دوتای اینها گروه آلکیل باشن. گروه آخر ترکیبات نیتروژندار هستن که دسته اولشون آمین ها هستن. میتونن نوع اول، دوم یا سوم داشته باشن. همینطور که میبینید گروه عاملی ما اینجا نیتروژن هستش. اگر به یک گروه آلکیل وصل باشه میشه آمین نوع اول، اگه به دو گروه آلکیل وصل باشه میشه آمین نوع دوم و اگر هر سه تا پیوند کنار نیتروژن به گروه های آلکیل وصل باشه میشه آمین نوع سوم. دسته دوم نیتریل ها هستن. نیتریل ها داخلشون یک پیوند سه‌گانه کربن نیتروژن یا همون گروه سیانو داخلشون داره که وصل به یک گروه آلکیل. و دسته آخر ترکیبات نیترو هستند. ترکیبات نیترو همینطور که اینجا مشخصه شامل یک گروه آریل هستند که به نیترو متصل هستش. مثل اینجا که بنزن به یه نیترو متصل شده. یک مورد دیگه هم توی این جدول نیومده که میخوام بهتون بگم، گروه های تیول هستن. گروه های تیول مشابه گروه های الکل هستن با این تفاوت که به جای اکسیژن اینجا اتم گوگرد هستش. پس گروه های تیول فرمول عمومیشون میشه RSH. خیلی ممنونم که توی این ویدیو هم همراه من بودید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و به چنلم سابسکرایب کنید و اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید تا براتون توضیح بدم.